ائتلاف نظامی جمهوری‌های کوهستان و فدراسیون شمالی در سرحد به حمله گروه تروریستی که به کشور کوهستان صورت گرفته است ضربه‌های جوابی می‌زنند. زدوخورد در شرایط کوهستان جریان دارد و نیروهای حربی این دو کشور از تکنیک‌های زیره‌پوش تا چرخبال و هواپیما و قوه‌های دسانتی را استفاده کرده هرچی تیزتر کوشش شکست دادن دشمن را می‌کنند. کوهستان و فدراسیون شمالی نام‌های رمزی هستند که در آزمایش مشترک نظامی تاجیکستان و روسیه در حرب میدان ناحیه قبادیان استفاده شدند. این آزمایش دوره‌نهایی مشق‌های حربی مشترک این دو کشور است که در ولایت ختلان در 5 آزمایشگاه‌های نزد سرحدی تاجیکستان و افغانستان صورت گرفتند. گذرانیدن چنین یک مشق استراتژی با شرکت قواهای هوایی ارتشی و استراتژی از زمان ائتلاف نظامی قواهای حربی تاجیکستان و روسیه بار اول است. سبب برگزاری آزمایش در این سطح کلان را وزیر دفاع تاجیکستان شرح داد. از همه بیش حالت واقعی شمال افغانستان نگران کننده است. آنجا فعال شوی گروه های تروریستی و جایگیر شوی جنگیانی به نام دولت اسلامی به نظر می رسد. از این خاطر سرفرمانده قوه های مسلح پرزیدنت تاجیکستان به تأمین امنیت در مرزهای جنوبی مملکت دقت مخصوص ظاهر می کند. ولادیمیر زاروبینسکی فرمانده قشون‌های حوزه مرکزی حربی روسیه که در این آزمایش وزارت دفاع کشورش را نمایندگی میکرد از نتیجه مشق‌ها اظهار قناعتمندی نمود و تأکید سر خصوصیت مهم استراتژی این آزمایش‌ها نمود. یکی از اهمیت‌های انجام این آزمایش در آن است که در دوام برگزاری آن گروه‌های حربی ما توانستند خود را قوه‌ای واقعی تامین کننده ثبات و امنیت در سمت استراتژی آسیای مرکزی نشان بدهند. بار دیگر تاکید می‌کنم که آزمایش تنها خصوصیت دفاعی داشت. در رفت آن ما توانستیم اصول‌های زمانوی استفاده قشون و جابجاگذاری آن را بها دهیم. شاهدی راه اندازی اصول‌های نوی جنگی گشتیم. همین طریق بعد زیاده از 1 ساعت طولناکی آزمایش دور نهایی مشترک تاجیکستان و روسیه به انجام رسید و در این آزمایش زیاده از 1500 نفر عسکران قوه‌های مسلح تاجیکستان و فدراسیون روسیه اشتراک کردند. همچنین زیاده از 40 عدد تکنیک‌های زیره‌پوش، 12 عدد هواپیما، 8 عدد چرخبال و اینچنین دستگاه‌های پرواز کننده به سرنشین اشتراک کردند. Наградить юбилейной медалью 20 лет вооруженных России майора Панина Максима Юрьевича. در آخر مراسم جایزه سپاری صورت گرفت و از جانب وزارت‌های دفاع تاجیکستان و روسیه به شرکت‌داران فعال این آزمایش مدال، دیپلم و تحفه‌ها سپرده شد. آزمایش با گذشت نظامی عمومی به انجام رسید.